آتش سوزی در یک فابریکه و ذخیره‌گاه پنبه در شهر طالقان مرکز مسئولان در مدیریت اطفائیه پلیس قماندانی امنیه این ولایت میگویند این آتش سوزی حوالی ساعت 1:15 بعد از ظهر در سرک هفتم سرای سنگ شهر طالقان در یک گدام پنبه اتفاق افتاده است که تیم نجات آنان به اسرع وقت به محل رسیده و آتش سوزی را در همکاری مردم محل مهار نمودند. تانگتل بود که همجوار از اطراف حولی ها است که خدا نخواسته تانگتل در میرسید کل اطراف منطقه در میگرفت. ما شاهد عینی هستم که ساعت 1 بعد از ظهر امروز البته امی آتش سوزی به وقوع پیوست. یعنی معلوم نیست که آتش سوزی عاملش چی بوده تا هنوز معلوم نیست، اما خوشبختانه از مرکز اطفائیه و از نیروهای امنیتی زیاد سپاسمندیم. در عرصه زیاد خدمت زیاد کمک کردند. در این حال رئیس اتاق پیشاوران و دکانداران تخور در حالی که از تلاش‌های تیم نجات اطفائیه پلیس این ولایت و کندوز به خاطر مهار آتش سوزی ابراز قدردانی می‌کند، اما تاکید دارد که علت این آتش سوزی تا هنوز روشن نشده است و نیز در پی وقوع آن فابریکه پنبه و تمامی دار و ندار ذخیره‌گاه آن حریق و با مالک آن زیان‌های هنگفت مالی رسیده است. به سر وقت رسیدن و آمر سبی اتفاقی کندوز هم آمدن، الحمدلله که با سر وقت رسیدن. با کوشش‌های قماندان سه امنیت آمر سه امنیت خیلی تلاش کردن دیگه حال آتش سوزی مهار شده. اینجا پخته فروشی گدام پخته بود، ماشین ما بود، گدام ما بود، اما چیز ما اینجا بود. زندگی ما نفر داشتیم داخلش، 24 ساعت نفر بود، هیچ کدام مشکل نبود. خب اینجا راه بود. دلیل این ما نمیفهمیم که دلیل چی است که در گرفته، ما نمیفهمیم. بفهمیم که نفر امیر در گرفت ما خود میگرفتیم، ما خود نمیفهمیم. با حق است، واقعیت است. همین در گرفته 2 سال تقریبا اینجا توان خسارات شدیم. گفته می شود در کنار این فابریکه پنبه یک تانک تیل قرار داشته است و در صورتی که به زودترین فرصت آتش سوزی مهار نمیشد، با آتش گرفتن این تانک دامنه های آتش سوزی گسترده تر شده و خسارات هنگفت با باشندگان محل می رسید.